طرفداری وای کی ساتون نشوه من شود مورچه میدان گنده شوکی ملی پوشان و طرفداری همین ساتر هستم که من شوه و قانونی جنوبی اولی برای چی که مولی مونس مولی آدمای بالا ها برای چی که مولی این آدمای همین دیگه میلاد میپوشه که میلادی مو خیلی نبود. خدا در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای محمد صلی الله علیه و سلم فراموش نکن که تو بنده من هستی. من بر تو امر میکنم که اولا بر دخترهای خودت بعدا بر زنهای خودت، وقتی که دخترها و زنهای خودت که رعایت کردن بعدا بر زنهای امتت خبر بده. چی خبر بده؟ یدنین علیهن من جلبیبهن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. بر زنهای امتت خبر بده که بالای سرشان رویمال پرتایند و رویمال ها را چنان بندند که پیشهای بر و پسهای گردن اونها نتابد، بندهای دست اونها بندهای پای اونها نتابد، تا که اونها در نزد من نجات میابند، تا که اونها شناخته شوند که اینها زنهای مسلمان هستند، تا که به اینها مردهای بی توفیق سخن بیهوده گفته نتانند. امروز بین این معجزه خداوندی است که وقتی زنی که ساتر داشته باشد هیچ مرد فاسق به جانب او گپ پرتافته نمیتواند. نیکی هر چی که می شود از همون زنهایی که سری لوچند، گردنی لوچ هستند، پای لوچ هستند، همه بی تمیزی از جانب اونها هست. اشترای خیلی بسیار همین سطر پوشی خیلی نو نبودن. من میدونستم که زنهای کلانسال میگرفتن روی مولای خیلی گلدار بود رایدار بود میگرفتن همون. این هم یک قشلاق ها بود. این شهر با من کم میدیدم کلیسه. حاضر نمیدونم خود یک کسب کاری باشد یک اون چی باشد. این بسیار شدن نمیستاد. درجه کودکوی مایده با دخترچوی مایده با هم نمیپشونن. من رای به طرفدار نیستم. من همه مسلمان الحمدلله خیلی من قرآن میدونی نماز میدونی، لیکن تا این درجه که همین دیگر خلقهای دیگر جوبه تعصب در کار نی. همین وی تاجیکی ملی خود ما کنند من به همون روز است. امروز شما را ملامت میکنم برای سطرتان، لیکن شما ملامت نشین. شما در نزد خدا مکافات میگیرین. شما هم جواب قبیح نسبت اونها جواب بگین. خدا رحمت کند مولوی را میگوید با ذکر حق کسی که کرد آهنگ ز هر سو نوکر شیطان زند سنگ. با ذکر حق کسی که کرد آهنگ ز هر سو نوکر شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری راه نظر بر سگ مکن رو سوی الله. هزاران کاروان رفتند دو دو هنوز این کلب ها دارند او او. خدا رحمت کند مولوی را. این کلب ها گفته سگا را میگن. همون زنهایی که شما را ملامت میکنن، همون مردهایی که شما را ملامت میکنن، به خدا قسم از سگ دم پستر هستند. سگ هم در نزد خدا قدر دارد. اون از سگ در دیده پستر است. شما به ملامت یا ملامت هم نشین، غمگین هم نشین. این راهی که شما گرفتین راهی راست است، راهی درست است، راهی جنت است.